و در واخوری نیمه نهایی قرار دارد. شاکر جان، بله. بختیارов هم پهلوانی خیلی یک نامور کشور ازبکستان است. درست. و رقابت گذشته بختیار رو اگر دیده باشد شاید همون پرتاب جذاب بالای شانه او عیاد نرود که در برابر امید اون سنگین وزن ما داشت. بله. و تیمور رحیموف تجربه خوبتر دارد، استعدادش نسبتا بالاتر است در برابر حریفان از کشورهای ازبکستان بارها پیروز شده است، ولی با این چهره مراتبه اول دست و پنجه نرم میکند. موقع قپیدن در اینجا ببینید با پای زنی شروع میکند، همون قسمت پای چپ خود یک چنگ کردن با نوگی پای خود با تعبیری بین المللی ژاپنی آن اصول پایزنی ولی موفق نمی شود در لحظه اول در اشی برای. به هر حال کوشش میکند. تیمور هم پرتاب های زیبای اوچیماتا دارد، هلوک معمولی در سر پا، ولی ورزشگر ازبکستان هم به نظر می رسد که در برابر این سنگین وزن تاجیک مشکل ایجاد کنه، ولی نمیتواند. ببینید چیزی دی حمله به مورد تیمور رحیموف، آن چهره که درخشان ظاهر می شود شور و شوق مخلصان را هم برمی انگیزد. به همین ترتیب تیمور بار دیگر اثبات کرد در رقابت های داخل جمهوری هنر و استعدادش فوق العاده هست، اما همین استعداد را در برابر پهلوانان از گرجستان، از کشورهای رشد یافته، از ژاپن، از کره و همچنین از دیگر کشورهای قدرت جدا ببینیم، واقعا از تیمور رحیموف یک از مدعی در بازی‌های المپی پاریس خواهیم دید.